سلام بچه، من سامان بهاری‌گردی هستم. بچه خوش اومدیم این ویدیو خیلی خفن. بچه ها میخوایم داخل این ویدیو خیلی خفن ماد ایتو تو ماینکرافت بررسی کنیم که بچه اگر نمیدونین ایت چیه، ایت یه دلغک ترسناکه توی فیلم ایت. یعنی هم ایت اسم خود فیلم، هم اسم اون دلغک ترسناکی که توی این فیلمه. آقایون خیلی باله که اومدن ماد همچین دلغکی رو آوردن تو ماینکرافت و آقای من اومدم تو این ویدیو برای شما این مادو بررسی کنم. بریم سراغش. بچه ها چیزی که خیلی بال کرده این مادو اینه که اگ نداره و همینجوری که میبینین این دوتا کله رو اضافه کرده و اینو ما باید به صورت آیرن گولم اسپان کنیم. یعنی انگار میخوایم آیرن گولم رو اسپان کنیم ولی نه با اگ. یعنی قرار انگار بسازیمش. نگاه کنین الان بهتون میگم. اول ما به چی نیاز داریم برای اسپان کردنشون؟ به آیرون. چون نمیتونم حرف بزنم. بله، به بلاک آف آیرون نیاز داریم و این دوتا کله. البته فکر کنم اینو میخوایم. آره، هر دوتاش هست ولی خب اینو باید بذاریم فکر کنم. آره ایناش که بچه ها این انگار حالت تکسچر داره و هم حالت تکسچر داره هم ماد. چون ببینین این همون پامپکینه. نگاه کنین این همون پامپکینه، فقط ظاهرش اومدن تغییر دادن و به این صورت ایشون اسپام میشن. بچه ها این همون ایته که نگاه کنین چه سرعتی هم داره و چه سرعتی میدوه. بچه ها نگاش کنین. بخش من دوربین رو بذارم سر جاش. ایناش نگاش کنین چقدر باله. خیلی هم سریع میده. اینم بادکنک معروفشه که دستشه. همیشه معمولا این بادکنک همراه خودش داره. فقط وای نمیسته قیافشو ببینیم. وایسی من یکی دیگه اسپان کنم و احتمالا توی ویدیوهای بعدی اینو به جون مابای دیگه هم میندازیمش. نگاه کنین میبینین اینهاش کپ خود فیلمشه. خیلی باحاله. و حالا من جلوش سروایول هم میکنم. فقط بذارین یهو همینجوری سروایو نکنم، همینجوری اولش تق بمیریم. بذارین من بیام این گوشه که بله اینجا پورتال هم ظاهرا پیدا کردیم. چه رندوم. بله خب آقا این وایسی من سروایو کنم بعد اینو اسپان کنم و اون یکی کله هم بررسی میکنیم که چیه. اون کله رو نمیدونم چیه، باید ببینم. فکر کنم نوره چون زده بود لایت، یعنی حالت چراغ داره. نمیدونم، الان میریم اونم بررسی میکنیم. و کلا میگم مالش اصلا ایگ نداره. کلا باید این آیرن گول مینیتر رو اسپان کنی. یعنی اصلا با ایگ اسپان نمیشه. و میگم احتمالا توی ویدیوهای بعدی اینو به جون چیزم میندازیم، به جون مابای دیگه مثل آیرن گولم و اینا. ایناش نگاه کنیم. من ایشون رو اسپان میکنم. خب به این صورت و مثل خر میفته دنبال من. یا ابوالفضل داداش وایسا داداش، من میام تو آب. نمیتونی، دستت به من نمیرسه دلغک. هلو داشت تو فیلمش انقدر راحت بیخیال نمیشد ولی اینجا یکم بیشتر اثر راحت بیخیال شد. یکم کوچیک نیست؟ یکم کوچیک احساس میکنم تو بازی ولی اوکیه. مهم نیت آقا، مهم نیته. کجا رفت؟ به دنبال ایت. ایناش بیا اینجا داداش. با آیرون گالم. پس چرا یه بار مینویسه آیرون گالم یه بار مینویسه ایت؟ صدای آیرون گالم هم میده. انگار بچه اومدن درست آیرون گالم و که ظاهرش رو عوض کردن. با میشه گفت یه تکسچر یا ریسورس پک و وحشی هم شده فقط. یعنی ترکیب ماد و ریسورس پکه. چون اون کلش هم که میذاریم روش که اسپانش همون پامپکینه، فقط اسمشو عوض کرده و ظاهرشو. خلاصه ماد باحالیه به نظرم و تو شبم بررسیش میکنیم. وایسی من یه اینو بزنم یه اینو بزنم. چقدر منطقی. آره بذار تو شب ببینیمش. تو شب ترسناکه. بیا دنبال من داداش. چرا یکیش وان شات میکنه، یکیش با 2 تا شات، یکیش با 100 تا شات؟ چرا انقدر غیر منطقی احساس میکنم؟ نگاه این داره وان شات میکنه ولی اون اولش که رفتم تو آب اون یکی با چند تا شات زد. یعنی چی؟ این چیه؟ چی؟ پامپکین. این پامپکین ها هن اینجوری شدن. اینا پامپکین ها چرا اینجوری شد؟ اینا رو ندیدم من.
بچه حالا وایسین اون یکی هم من بررسی کنم. یه دونه دیگه از اون کله ها بود، بذاریم ببینم اون یکی چیه. فکر کنم اون یکی چراغ باشه، شاید هم چیز دیگه است. بذاریم ببینیم. بذار اینها. آره نوشته لنترن، باید نور بده. آره گفتم حالت لامپ داره، نگاه کنین نور میده، خیلی باله. حالا بذاریم ببینم با اینم میشه اسپانش کرد. فکر نمی کنم با این بشه، من فکر کنم باید با این باشه. و بچه خیلی مادش باحاله، واقعا مادش ماد خفنیه و خیلی هم ساده است. میدونین اینی که چیزی که خیلی برای من جالب بود اینه که واقعا مادش ساده است. نه با این نمیشه، حتما باید اون کله باشه. نگاه، با این بذاری راحت در جا اسپان میشه. ای یعنی چی؟ الان درست شد. خب پس بذار شاید با اینم بشه. اون فاصلش پس شاید بد بوده، یعنی مکانش. آره با اینم میشه بچه. بله ببخشید. بس چرا نمیتونم حرف بزنم. بله پس بچه با هر دوتاشون میشه، هم با این هم با این میشه اینو اسپان کرد. خیلی باحال بود. مابا میزننش پشمام. صدا آیرون گولم هم دقیقا میده، ولی فکر کنم از آیرون گولم قوی تره، هیلش زیاد باید باشه. نگاه کن مثل کرخر داره همه رو میزنه. الو حاجی چقدر باله. خیلی حاجی هیلش فکر کنم زیاده. حالا بذاریم من تایم رو دی کنم، میخوام ببینم وقتی میمیره ازش چی دراب میشه. بدبخت هم بهش سم خورده هم داره آتیش میگیره، ولی بازم همه رو کشت. خود از آیرون گالم قوی تره فکر کنم. میگم حالا تو ویدیوهای بعدی به جون مابای دیگه هم میندازیمش. وایسین من یه اسلش کیل ساین ای بزنم. بچه ها ببخشید دستم خورد رو این، میخواد رو این لگ میشیم. اسلش کیل ساین ای. چی شد؟ مرد ازش اینا افتاد. کیک داداش، کیک آخه واقعا حل چشاته، ولی کیک واقعا احساس میکنم ربطی نداره. ولی آقا که ازش پامپکین و کیک افتاد. بله خب بچه ها اینم بود از این ویدیو. امیدوارم که لذت کافی رو برده باشین. احتمالاً با این ماد کلی ویدیوهای خفن دیگه هم داریم، مخصوصا بین ما. با عشق من این تا ویدیوی دیگر فعلا خدا حافظ.